در خصوص حمله جبهه مقاومت ملی افغانستان بالای پاسگاهی از طالبان در ولسوالی در ولایت پنجشیر، سید یاسین سداد معاون نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان در برنامه با ما است. آقای سداد وقتتان بخیر. در خصوص این عملیات بیشتر برای بیننده بگوین. من نخست سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان تلویزیونی افغانستان اینترنشنال. ما به تاریخ 26 ثور 1404 در روستای تندخوی دره عبدالله ولایت پنجشیر طی عملیاتی بالای قرارگاه مرکزی طالبان در همان روستا توانستیم که دشمن ضربات محکم وارد کنیم و تلفات سنگین هم برایشان همچنان وارد شده است که از جمله تعداد 13 نفر دشمن در اثر عملیات نیروهای جبهه مقاومت ملی کشته شده و تعداد 4 نفر همچنان زخمی هستند و تعدادی از وسایل و تجهیزات دشمن حریق و مفقود شده است. درست. آقای سداد، در مورد نوعیت این عملیات بگوین. این حمله راکتی بوده، ماین جاسازی شده اونجا و گفته میشه که این خانه هم خانه یکی از افراد محلی اونجا بوده که دوباره تبدیل شده به قرارگاه طالبان. بله، منزلی که قرارگاه گرفته بودن طالبان و منزل از افراد محلی و از نیروهای امنیتی سابق بودن و ایشان همچنان عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان هستند و خانه او را اونا قرارگاه گرفته بودند به اثر انفجار ماین و ما توسط جاسازی ماین توانستیم که قرارگاه دشمن انهدام. درست. در مورد